باورتون میشه توی دنیایی به این عظمت با این همه علم، پیشرفت و امکاناتی که وجود داره مردمی باشن که دوست ندارن این امکانات رو داشته باشن و دوست دارن در انزوا زندگی کنن؟ شاید باورش برای ما سخت باشه، ولی جزیره‌ای وجود داره که تو کشور هند هستش و مردمانی اونجا زندگی میکنن که بدور از هر امکاناتی هستن. کلاً در کشور هند جزایر بسیار زیبایی که 1200 تا جزیره هستن وجود داره. این جزیره ها دارای صخره‌های زیبا، سواحل مرجانی و جزایر آتشفشانی هستند. از زیباترین اون جزایر نورس هستش که جزیره فوق‌العاده‌ایه و دارای سواحل مرجانی هستش و این مردم در اون جزیره زندگی میکنن. سنتینل شمالی جزیره کوچیکیه که تو قسمت غربی بخش جنوبی جزیره آندامان واقع تو خلیج بنگال است. اطراف این جزیره از سنگ‌های مرجانی پوشیده شده. وسعت اون 28 مایله و جمعیتی که اونجا وجود داره بین 50 تا 400 نفر تخمین زده شده. مردم این جزیره به شیوه عصر حجر زندگی میکنن و هیچ ارتباطی با دنیای خارج از اون جزیره ندارن و دوست ندارن که کسی به اون جزیره نزدیک بشه و از زندگی اونا سر در بیاره. زبونشون هم بسیار خاصه و حتی با جزایر دیگه هیچ شباهتی نداره. این قبیله جز قدیمی ترین قبایلی هستن که قبلا شکارچی بودن و 60,000 سال پیش از آفریقا به این منطقه اومدن و شیوه و رسم رسوم زندگیشون بسیار متفاوته. حتی گفته شده که ممکنه آدمخوار باشن، ولی عده‌ای هم گفتن که ما به این جزیره رفتیم و سالم برگشتیم. و کشور هندوستان این جزیره رو جزیره ممنوعه نامگذاری کرده و اجازه نمیدن که هیچ کس به این جزیره نزدیک بشه. میخواد مردم اون جزیره در آسایش و آرامش زندگی کنن. خیلی ها به این جزیره رفتن ولی زنده بر نگشتن. حتی زندانی که از زندان فرار کرده و به اون منطقه رفته جسدش رو دیدن، یا ماهیگیرایی که مسیرشون به اون سمت بوده زنده نموندن و اون ساکنان اون جزیره اونها رو کشتن. دوست ندارن کسی به این جزیره نزدیک بشه. لباس اونها از برگ درختان و تنها سلاح اونها نیزه ها هستن که برای شکار و محافظت اونها وجود دارن. اونها حتی با آتش بیگانه هستن. من نمیدونم تو اون جزیره چی میخورن و چطور زندگی میکنن که ترجیح میدن همونطور زنده بمونن و اونجا زندگی کنن. عده‌ای که میخواستن سر از کار و رسم و رسوم زندگی اونا در بیارن، تعدادی از اونها رو بودن، از جمله پیرمرد و پیرزن و 4 تا کودک رو. پیرزن و پیرمرد در جا بیمار میشن و میمیرن و کودکان رو هم مجبور میشن به محل زندگیشون برگردونن. حالا از شما میپرسم، شما هم دوست دارید در همچین جزیره زندگی کنید یا توی این دنیای پر از شلوغی و پیشرفت و علم و که هر چی که بخواید در دسترستون هست؟ توی کامنت ها برام بنویسید.